سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این اولین ویدیو کاناله و من لری اسکلتم. پس خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو روی آل بذارید تا هر موقع ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده و بیاین ویدیو رو تماشا کنید. امروز اومدیم آموزش 3 ستاره کردن کتککاری تپه‌های شنی رو با هم یاد بگیریم. خب از پایین مپ شروع میکنیم که یه بالون ول میدیم، بعدش کشتوایی رو از پشتش میفرستیم بره به سمت ایگل و وقتی نزدیک ایگل شد روش ریج و کلون رو میندازیم تا شبیه سازی بشه. وقتی شلوغ انداز نابود شد از پایین مپ سمت اردوگاه کوین رو میفرستیم و 2 تا پیلر پشتش میفرستیم که کوینمون نمیره. از بالا پکا رو میفرستیم و از جلوی کوین کینگ رو میفرستیم. وقتی کینگ به آرچر تاور نزدیک شد 2 تا دیوار شکن ول میدیم. حالا راه برای کوین، کینگ و پکا باز شد، رو شلوغ انداز ریج رو میندازیم. از سمت چپ مپ یه دونه اسپل خفاش رو ول میدیم که کمک کنه مپ سریعتر پاکسازی شه. از رو خمپاره انداز بالا رویال چمپیون رو میندازیم و 2 تا اژدها سوار رو پشتش میفرستیم. ابیلیتی کینگ رو میزنیم. از سمت راست مپ واردن، الکترو، سوپر اژدها و 5 تا دراگون و 3 تا بالون رو میفرستیم که برای اون سمت راست رو کاملا پاکسازی کنه. دیگه اینجا تقریبا کار تمومه و میتونید اسپلا رو استفاده کنید برای بهتر شدن اتک. یه دونه فریز میندازین روی دفاع هوایی و دیگه کاملا کار جمعه و مپ 3 شد. خب بله، مپ 3 شد و ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.